سلام خدمت یکایک دوستا عزیزان، خصوصا کسایی که سفرهای ما رو دنبال میکنه. امروز اول زمستان 1402 است. انشالله آماده شدیم به طرف ولسوالی مارمول بریم. یک جای خیلی زیبا دیدنی و این هوایی خیلی قشنگ غبارآلود و انشالله که سفر خوب و بی خطر داشته باشیم. بچه‌ها یا علی، اینم از هوای جالب و غبارآلود امروز ما. حرکت است بخیر، بریم بخیر، برو حرکت. ولسوالی مارمول نزدیک شدیم، خیلی کم مانده که به تنگی ولسوالی مارمول برسیم و خواستم که فضای زیبا را و این طبیعت قشنگ را از شما هم از دست ندین. خودم که وقتی این قسم منظره ها را میبینم، گوسفند اینا خیلی خوشم میاد. خواستم شما هم از این منظره مستفید شوید عزیزای دل. رسیدیم به تنگی ولسوالی مارمول دیگه. اینم به ولسوالی باستانی مارمول خوش آمدید. ولسوالی مارمول، دوستانی که تا هنوز تنگی ولسوالی مارمول ندیده بودن، یک تقدیمش خیلی فضای قشنگ داره. یعنی اگر بگویم که زیباتر از تنگی شادیان است، واقعا قشنگ است. خیلی جای زیبا بوده، سرک قشنگ داره و جالب. باری اول ما بودک آمدیم، خیلی جای قشنگی بودک. بار اول است که باید تنگی میم، چندین بار قصد کردیم متاسفانه نشد، ولی این بار بخیر آمدیم و خیلیش قشنگ است. یک سرک قشنگی داره باز، باید از سرک تنگی اولک. ولسوالی مارمول خیلی نام خدا نفوذ زیاد است. هیچ حدس نمیزدم که قدر نفوذ باشه در قدر جای دور. به نام
یاد خدا دوستای عزیز فعلا ولسوالی مارمول هستیم. ولسوالی مارمول در 36 کیلومتری شهر مزار شریف موقعیت داره. بیشترین مردم چه که اکثریت مردم ولسوالی مردم تاجیک نشین است و ما هم فعلا قصد داریم که از راه قریه شادیان به طرف مزار شریف پایین شویم که قریه شادیان هم بسیار یک کوتلای صبر العبور در راه خود داریم. همه جان تک کوتلا را زوم کو انشالله می قسمت ها کس مسیر راست دیگه. آره انشالله که به طرف قریه شادیان بریم و به امیدی دیدار کوتلها و دو قسمت برفا هم است و هم یک جا میبینیمش. خسته نباشین بچه ها. بالا پیاده برین. تلاک خودیم اردویشی تو قصه کرده آیسته آیسته آمده رئیس نشد دیگه. اینی کوتلا را ما یک نفره دم کشتکیل بالا شدیم بسیار ثقیل بود. برای ما گفته بود خیلی ثقیل است. فعلا دیگه در بالاترین نقطه بالاترین نقطه شهر مزار اگر بگوییم که برنگه در یک جای ناکجا آباد یک جای ذخیره آب فکر کنم به قصد کنده شده توسط مردم محل خاطر ذخیره آب. خیلی کلام است از قرار صدایش معلوم است خیلی بزرگه. وای چی صدای خطرناکی داره. چی میکنی اینجا؟ حالا چیه؟ جای از اینجا خبره؟ چشمه است چشمه برای کامران این بشر چی کارهایی که میکنه؟ یعنی اتاق 4 در 4 بسیار تمام شد. یعنی
این هم ولسوالی مارمول. از یک زاویه دیگه ما فعلا در بلندترین قسمت هستیم، یعنی تمامی کوتلا را سپری کردیم. فعلا در مرز بین قریه شادیان و قریه مارمول هستیم. دیگه از این بالاتر فعلا پس دوباره پایین میشیم به طرف قریه شادیان. در 2 بجه روز آفتابم است، همزمان مهتابم دیده میشه. وضعیت ما در این حالت رسیده. در ناکجا آباد یک کم بزنیم. ساعت 3 بجه بعد از ظهر است. از گشنگی هلاک شدیم. کسایی که آرامش در جانشان نمیشینه در خانه، حال خانه بد بود آمدین در ناکجا آباد. نوش جانتان، نوش جانتان. آقا قره وای فضا رو نگاهی، ای آفتابه برفک واقعا که شاهکاری که دینه بچه ها. 2 تا شیر هم هست.